سلام، شب خوش. من فهیمه خضرهیدری هستم با یک گفتگوی پرفراز و فرود دیگر در عمق میدان. مهمان امشب عمق میدان در شعار ملا، چپی، مجاهد که بر ساخته سالهای اخیر پادشاهی‌خواهان است نمی‌گنجد. یعنی نه ملاست، نه چپیست و نه مجاهد. با این حال این روزها هدف حملات گسترده بخشی از پادشاهی‌خواهان قرار گرفته. شاید بسیاری از کسانی که امروز به او حمله می‌کنند تازه واردهای میدان سیاست ایران باشند و نام و نشانی از آنها به خاطر نیاوریم. او را اما نه تنها نمی‌توان چهره تازه وارد دانست که باید گفت تاریخی پشت سر دارد و اصلا هم کم‌آوازه نیست. در آستانه انقلاب 57 وقتی هنوز 30 ساله هم نشده بود، مدیر کل دفتر مخصوص شهبانو فرح پهلوی بود. دفتری پرکار و نهادی رسمی مرتبط با مسئولیت‌های عمومی و اجتماعی فرح دیبا، ملکه پیشین ایران. نهادی که در حوزه‌های مثل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، رفاه اجتماعی و فرهنگ و هنر فعالیت می‌کرد. همه اینها مهمان امشب من را به چهره‌ای تبدیل می‌کند که از نزدیک با فضای سال‌های پایانی حکومت پهلوی درگیر و در تماس بود. پس از انقلاب به بریتانیا رفت. از آن زمان در اسکاتلند زندگی کرده و در دانشگاه گلاسگو دکترای علوم سیاسی گرفته. رساله دکتری او که در سال 1993 ثبت شده درباره روابط ایران و اتحاد شوروی در سال‌های پایانی جنگ سرد است. موضوعی که نشان می‌دهد تمرکز تحلیلی او از همان سال‌ها بر ایران، ژئوپلیتیک و روابط بین‌الملل بوده. در سال‌های بعد از 57 دور از ایران، او که یکی از ریشه‌دارترین چهره‌های مشروطه‌خواهی ایرانی است، یکی از مشاوران اصلی و نزدیک رضا پهلوی بدل شد. حالا اما کسی که برای دهه‌ها از موضع نزدیک به مشروطه‌خواهی و پادشاهی سخن گفته، امروز از سوی بخشی از همان اردوگاه به دشمنی با پهلوی متهم شده است. آیا این فقط یک اختلاف شخصی و رسانه‌ای است یا نشانه بحرانی بزرگتر در اپوزیسیون ایران، یا حتی بزرگتر بحرانی در سپهر سیاسی ایران، بحرانی بر سر رهبری، پاسخگویی، تحمل نقد و نسبت نیروهای خارج از کشور با مطالبات مردم در داخل ایران؟ شاید هم بحرانی اخلاقی. و خب جایگاه مهمان امشب ما در این مختصات کجاست؟ رضا تقی‌زاده، مهمان امشب عمق میدان. خیلی خوش آمدید آقای تقی‌زاده. سپاسگزارم که دعوت من رو به این گفتگو پذیرفتید. سلام و درود به شما. سپاسگزارم که از من دعوت کردید خانم خضرهیدری. من تا به حال کمتر با کسی گفتگو کرده بودم که مشق‌های قبل از گفتگو رو با دقت و عمق شما نوشته باشه و آماده کرده باشه. این باید برای من گفتگوی ترسناکی باشه. امیدوارم برای بینندگان شما نباشه. سپاسگزارم ازتون آقای تقی‌زاده عزیز. حالا ببینیم تا پایان این گفتگو به نظرتون میاد که من مشق‌هامو به اندازه انجام دادم یا نه. امیدوارم که این نظرتون پابرجا بمونه. آقای تقی‌زاده، شما رو بسا از اینجا شروع بکنیم که بتونیم از نسل اول پادشاهی‌خواهانی بدونیم که عمدتاً دوران پادشاهی پهلوی رو از نزدیک تجربه کردید. اون نسل از سلطنت طلبان یا پادشاهی‌خواهان نسل متفاوتی بودند، نسل متفاوتی بودید. ویژگی‌های مشترکی میشه برای اون نسل برشمرد. پیش از هر چیز به نظر خود من اون نسل خیلی محترمی بودن. من میتونم نام ببرم: داریوش همایون، اردشیر زاهدی، هوشنگ نهاوندی، شهریار آقای خود شما. از اون طرف چهره‌های روزنامه‌نگار پادشاهی‌خواه، با بعضی‌هاشون من افتخار همکاری داشتم در رادیو فردا، برادران طاهری، ایرج گرگین، آرمان مصطفی، خیلی های دیگه از اون نسل رو میشه نام برد. اون نسل تجربه سهمگینی رو پشت سر گذاشت. انقلاب 57 رو دید، اعدام همقطاران و همفکران خودش رو دید بعد از انقلاب. اون نسل چه شدن آقای تقی‌زاده؟ چی شد که اون نسل از پادشاهی‌خواهان به این نسل از پادشاهی‌خواهان بدل شدن که خب ویژگی‌های عمدتاً متفاوتی دارن؟ شاید خانم هیدری در روزگار به هر حال سن و سال تاثیرگذار در 47 سال غربت زندگی کردن سخت آسون نیستش، برای هیچ کس آسون نیست. ولی همونطور که گفتم همه ما پا به دوران جسمی فکری تازه میگذاریم و دونه دونه با جبر روزگار از میدان حذف میشیم. ولی جای تاسف این است که شاید باید یا ما انتظار داشتیم یک پیوندی بین نسل گذشته پادشاهی‌خواهان، مشروطه‌خواهان و نسل تازه پا گرفته حفظ میشد، ولی متاسفانه نه این ارتباط به وجود آمد و چون به وجود نیامد طبیعتاً حفظ هم نشد. ولی نوعی عناد و برخورد تند با نسل پادشاهی‌خواهان گذشته در نسل به اصطلاح تازه که عمدتاً پادشاهی‌خواه یا مشروطه‌خواه اصیل هم نیستن شکل گرفت و این متاسفانه در طول سالهای اخیر یا خیلی نزدیک به دوران ما تندتر هم شد، به طوری که مثلا امثال من رو اونهایی که خودشون رو نسل تازه پادشاهی‌خواهی معرفی میکنن یا مشروطه‌خواهی معرفی میکنن به 57 ها معروف شدیم. حالا چطور باید این واقعا نسبت رو هضم کرد، قبول کرد، پذیرفت و یا چطور به افکار عمومی فروخت، این دیگه با کسانی است که این تهمت ها رو نصیب کسانی میکنن که قصد داشتن، نیت داشتن این مشعل رو به نسل تازه بسپارن. آقای تقی‌زاده، دیگه که شما هم مشمول 57 بشید، فکر میکنم خیلی دایره 57 گسترده شده. از شما میخوام حالا این رو بپرسم. من البته همکارم دارن در گوشم میگن که آقای تقی‌زاده رو از دست دادید. آقای تقی‌زاده برگشتن و میمونن؟ آقای تقی‌زاده منو میشنوین؟ خانم هیدری، امیدوارم که این بار اشکالی پیش نیاد. امیدوارم. اینترنتتون آقای تقی‌زاده بده یا اینترنت ما بده؟ مشکل آمریکاست یا بریتانیا است؟ هیچ کدوم ارتباطی با اینترنت نداره. این ضبط زنده با تلفن اشکالش این است که اگر کسی با من تماس بگیره، تماس من با شما قطع میشه، دوباره وصل شدنم به اتاق مشکل ایجاد میکنه. باید از شما خواهش کنم، همکاران من از قبل این خواهش رو می‌کردن که شما تلفنتون رو روی حالت پاسخ ندادن بگذارید. بسیار خوب، امیدوارم این که کارو گذاشتم روی سکوت گذاشتم. بسیار خوب، امیدوارم که تلفن شما دیگه زنگ نخوره یا این اشکال دیگه پیش نیاد در طول برنامه. من یک مروری هم کردم به بعضی از خبرها در ایران در غیبت شما در این فاصله، ولی حالا می‌خوام که بینندگانمون رو با عذرخواهی از این توقفی که در ارتباط ما رخ داد برگردونم به مصاحبه با آقای تقی‌زاده. آقای تقی‌زاده، شما گفتید که خب از یک اختلافی صحبت کردید، گفتید که در واقع پیوندی باید حفظ می‌شده که نشده و عناد و برخورد تندی رو
ازش یاد کردید، گفتید حتی شما رو هم 57 میخونن پادشاهی خواهان امروز در کمپ پادشاهی خواهی. ولی من میدونم که شما از اردوگاه سیاسی خودتون که به اون تعلق خاطر دارید، تعلق خاطر تاریخی دارید به این اردوگاه، هدف حمله هستید. شاید هم سنگدلانه باشه که منم در این مصاحبه بخوام شما رو بزنم در مرکز نقد، ولی اجازه بدید از خود شما این رو بپرسم آقای تقی‌زاده. آیا دیر از خواب بیدار شدید؟ دیر دارید می‌بینید که چه می‌گذره؟ چرا وقتی که همین فرهنگ حذف علیه گروه‌های دیگر وجود داشت، علیه گروه‌های چپ، علیه بسیاری از گروه‌های سیاسی وجود داشت، شما منتقد و معترض نبودید در همین کمپ پادشاهی خواهی؟ و چرا امروز که در حقیقت خود شما هدف این حمله هستید دارید میگید که نوعی عناد و برخورد تند وجود داره؟ یه واقعیت خانم حیدری باید قبول بکنیم که پادشاهی خواهان در طول 47 سال گذشته وجود داشتن. این به عنوان پادشاهی خواهی نیست که من ازش یاد میکنم. من باورم این بود و هست که مردم ایران از ابتدا میخواستن برگردن به ریشه های خودشون، برگردن به ریشه های ملی و تاریخیشون. هرچند عمر جمهوری اسلامی طولانی تر شد، این میل به بازگشت تقویت شد. من یادآوری میکنم خانم حیدری، حدود 10 روز قبل از پایان حکومت پادشاهی در ایران، جماعتی در تهران جمع شدن که من هم عضوی از این جمعیت بودم، اگر که نه تدارک کننده اصلی، که حفظ قانون اساسی رو دستور کار خودشون گذاشته بودن. 10 روز قبل از انقلاب در تهران من مقابل مجلس شورای ملی سابق، در مقابل جمعیتی حدود 300,000 نفر یا بیشتر، پایان نامه یا قطعنامه این تظاهرات رو خوندم که نیت اصلیش حفظ قانون اساسی بود. 350,000 نفر در روزهای پایانی انقلاب در تهرانی که جمعیتش کمتر از 3,500,000 نفر بود، یک جمعیت عظیم به حساب می آمد و این جمعیت بخشی از کسانی بود که تغییر وضعیت رو نمی‌خواستن، انقلاب رو نمی‌خواستن، ولی چون پراکنده بودن و بدون رهبری امکان اینکه سر بلند کنن رو نداشتن و هرچه گذشت این جماعت تعدادشون زیادتر شد، کسانی که می‌خواستن به ریشه‌ها برگردن. ولی تا همین چند سال اخیر هم مشروطه خواهی، ملی‌گرایی، پادشاهی خواهی مترادف بود با ساواکی خوندن، مأمور CIA بودن. در زندان بازجوی من میپرسید که تو مأمور ساواکی یا مثلا برای CIA کار می‌کردی یا از این جور چیزا، ولی هیچ کس نپرسید از من که من در این تدارکات قانون طرفداران قانون اساسی هم سهمی داشتم یا نه. من نتیجه گیری این است که پادشاهی خواهان، مشروطه خواهان، ملی‌گراهای ایران تا همین چند سال اخیر با اینکه وجود داشتن ولی در رسانه‌ها مطرح نبودن و رسانه‌ها تیول چپگرایان و جمهوری خواهان و کسانی بود که خودشون رو مشروطه خواه یا ملی‌گرا معرفی نمی‌کردن. یه جوری داغ خورده بود به ملی‌گرایی. ولی در طول سال‌های اخیر تدریجاً با فشاری که از داخل به حکومت آمد، با شعاری که رضا شاه روحت شاد، مردم به خیابان رفتن یا در تقابل با حکومت خودشون قرار دادن، تدریجاً مشروطه خواهی سر بلند کرد و مشروطه خواهی در خارج از ایران تظاهراتی رو که تا همین 4-5 سال پیش تحت تاثیر چپی‌ها و جمهوری خواها بود، تحت تاثیر خودش قرار داد و اونها به حاشیه رفتن. بین ملت جایی وجود نداشت که مشروطه خواهان بگن که چرا شما جمهوری خواها رو تشویق نمی‌کنید یا به اونها امکان و میدان کافی نمیدید، ولی که اونها میدان کافی در اختیار داشتن. آقای تقی‌زاده، نقدی که حالا نسل تازه‌تر پادشاهی خواهان، کسانی که در اطراف آقای پهلوی هستن و به شما نقد می‌کنن، اینه که برند پهلوی رو اتفاقا شما نتونستید بسازید، به همین دلیله که جایی در فضا وجود نداشت برای این گروه از پادشاهی خواهان، ولی اونها اومدن و تونستن که یک برندینگی برای آقای پهلوی بسازن، او رو در مرکز قرار دادن و تونستن که فضایی که شما میگین رو اشغال بکنن. بنابراین شاید این نقد به خودتون برمیگرده که نسل شما نتونست فضایی که باید رو اشغال بکنه. من این موضوع رو رد می‌کنم خانم حیدری. اگر واقعا کسانی که فکر می‌کنن با جمع شدن در اطراف شاهزاده رضا پهلوی از او یک برند ساختن، اشتباه می‌کنن. از دید من یاد می‌کنم، استناد می‌کنم به گفته شاهزاده رضا پهلوی چند روز بعد از اینکه یک اجتماع موفق در سوئد داشت، در استکهلم داشت، ولی در گام بعدی بعد از رفتن به ایتالیا و در آلمان گلایه می‌کرد از دولت مردان و رسانه‌های اروپایی به خصوص آلمانی که چرا مسائل اصلی ایران رو جدی نمیگیرن، چرا یادی نمیکنن از مثلا 40,000 کشته‌ای که در 18 و 19 دو ماه قبل به دست حکومت جونشون از دست دادن. واقعا اگر این تبلیغات موثر بود، اگر حضور شاهزاده رضا پهلوی در این سخنرانی‌ها تاثیرگذار بود، چرا نباید تاثیر می‌گذاشت در راه و رفتار رسانه‌های اروپایی و تصمیمات کشورها و دولتمردان اروپایی برای پشتیبانی از ایشون؟ چرا تا به حال یک رئیس دولت خارجی به صورت جدی از او حمایت نکرده، در حالی که ما می‌بینیم مثلا در ونزوئلا وقتی خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون بود، 47 کشور او رو به رسمیت شناختن، اگرچه موفق نشد و اپوزیسیون خارج از کشور، خارج از ونزوئلا دستش به دم گاوی بند نشد، ولی این شناسایی رسمی وجود داشت. گوایدو به کنگره آمریکا رفت وقتی که از طرف هر دو حزب مورد استقبال قرار گرفت. من این توپ رو به گردن به میدان طرفداران یا اطرافیان شاهزاده برمیگردونم که واقعا حضور اپوزیسیون و یا حضور گردانندگان شاهزاده رضا پهلوی باعث نشده که از ایشون برند ساخته بشه. اصلا اپوزیسیون نباید برندسازی بشه. جایگاه پادشاه آینده ایران با برندسازی اصلا دو تاست. مگه ایشون کالای تجاری است که باید رو به معامله بگذارن؟ مگر ایشون وقف یک گروه خاصی که باید ازش کاسبی بکنن یا بشقاب شام بفروشن یا غیر ذلک؟ ایشون اگر فرصتی برای بازسازی آینده ایران داشته باشه، در نقش پادشاه، در نقش یک مشروطه خواه، متعلق به همه مردم ایرانه، نه به یک گروه خاصی که او رو منحصر به خودشون کردن. من این رو قویاً رد می‌کنم. آیه تقی‌زاده،
قبلا هم شما صحبت کردید، گفتید که این افراد رضا پهلوی رو به جمع‌آوری سرمایه، نفوذ سیاسی یا پروژه شخصی بدل کردن. میخوام بدونم سند مشخص شما چیست و این صحبتی که میکنید؟ آیا مثلا بحث مالی است، ارتباطات، تصمیم‌های سیاسی؟ آنچه که میشنوم بسیار منتقد اطرافیان آقای پهلوی هستید و معتقد هستید که حالا اونها از آقای پهلوی برندسازی نکردن بلکه از سرمایه اجتماعی او استفاده کردن. یعنی میخواید بگید خود آقای پهلوی متوجه چنین نکته‌ای که شما دارید مطرح میکنید نیست؟ اگر هست چرا اجازه میده که از سرمایه اجتماعیش چنین گروهی استفاده بکنن؟ شاید با حضور این جماعت که تحت تاثیر یک گروه لابیگر تازه هستند، موازی با اون که معروف به نایاک بود ولی برند دیگری رو تبلیغ میکنن، ایشون الان نیاز مالی نداره، احتیاج به اشتغال و نمیدونم پرداخت هزینه تظاهرات، برگزاری تظاهرات نداره و از این لحاظ یک سازمان پشت گروهی که اطرافیان ایشون هستن قرار داده شده که وضع موجود رو وضع موفق معرفی میکنه. ولی شما موفقیت رو به چه چیزی تعبیر میکنید؟ آیا واقعا اصلا اپوزیسیون خارج از کشور در هر گوشه‌ای از دنیا تأثیری در تحولات داخلی اون کشورها داشته؟ آیا تا به حال اپوزیسیون خارج از هر کشوری در تقابل با یک رژیم تمامیت‌ها موفق به تغییر رژیم شده؟ من آخرین چیزی که یادم میاد سفر مثلا آقای لنین در سال 1917 از فنلاند، از آلمان به فنلاند به روسیه که بعداً باعث تشکیل یک دولت موقت شد. ولی کمتر به یاد دارم یک گروه به عنوان اپوزیسیون منسجم خارج از کشور خودش وارد تشکیلات و کار فعالیت‌های سیاسی و تظاهرات بشه و باعث بشه که حکومت ساقط بشه. در حقیقت من اعتقادم این است که اپوزیسیون در شکل کنونیش و با برگزاری این تظاهرات آب به آسیای جمهوری اسلامی میریزه. در جهت تضعیف جمهوری اسلامی کوچکترین گامی تا به حال بر نداشته و دلیل اینکه امروز حالا همه اپوزیسیون خارج از کشور، اونایی که میخوان از راه خشونت‌آمیز با حکومت جمهوری اسلامی درگیر بشن، استقبال میکنن از جنگ خارجی برای اینکه توان خودشون به صفر رسیده. من میخوام بگم اگر این اپوزیسیون در شکل کنونیش وجود خارجی نداشت، شاید فروپاشی از درون جمهوری اسلامی آسان‌تر صورت میگرفت، تغییر جمهوری اسلامی امکان پذیرتر میشد. به همون دلیلی که در دهه 60 اعلام جنگ مسلحانه توسط مجاهدین خلق علیه رژیم استفاده از زور و خشونت و سرکوب رو تجویز کرد به حکومت و حکومت از اون استفاده کرد برای تقویت مواضع خودش، خشن‌تر شدن، تندروتر شدن. حالا هم اقداماتی از این دست باعث میشه که حکومت توجیه بکنه اون چیزی که بهش مبادرت میکنه و از دید من یک سرکوب عمومی است. کشتار 40,000 ایرانی در طول 2 روز از هیچ حکومتی امروز در دنیا ساقط نیست، ولی این راه رو اپوزیسیون برای اونها فراهم کرده و من اونها رو متهم میکنم که با حضور خودشون نه تنها باعث تضعیف جمهوری اسلامی نشدن، نزدیکتر شدن زمان فروپاشی حکومت نشدن، بلکه به تقویت این رژیم. آقای تقی‌زاده، به این ترتیب کشتار دیماه رو که یک فاجعه تاریخی بود در تاریخ معاصر ما، در بسیار اساسا در جهان میشه گفت یک فاجعه تاریخی ثبت شد. شما اولا میخوام بدونم چقدر با شخص آقای پهلوی که سالها با اون نزدیک بودید در این دوره ارتباط نزدیکی داشتید؟ آیا این نکاتی که مطرح میکنید رو به اطلاع ایشون رسوندید؟ آیا فرصتی برای دسترسی به کسی که تا این حد به اون نزدیک بودید در حال حاضر و در ماه‌های گذشته در همون روزهای کشتار دیماه داشتید؟ خب میدونید خیلی ها این نکته رو مطرح میکنن. الان شما گزاره‌ای گفتید که به هر حال گزاره بسیار حساسی است. گفتید که این اپوزیسیون و این شکل از اگر نبود زمینه چنین کشتاری، یا من دارم در واقع نقل به مضمون میکنم صحبت‌های شما رو، در ایران اساساً رخ نمیداد. اگرچه که هم شما هم من و هم بیننده ما میدونیم که مسئول مستقیم و فاعل این کشتار جمهوری اسلامی است، اما نقش اپوزیسیون رو دارید اینجا بررسی میکنید به طور مشخص آقای پهلوی و فراخوان‌هاشون رو و میگید که مسئول میشناسینشون. من اینطور میشنوم. میخوام ببینم این رو چقدر تونستید به آقای پهلوی برسونید به عنوان یک مشاور، این مشاوره رو به ایشون بدهید؟ یکی که من رد میکنم، من شاهزاده رضا پهلوی رو در کشتاری که حکومت صورت داد مسئول نمیبینم. او با نیت خوب و در نتیجه مشاوره‌ای که از اطرافیان خودش گرفت مردم رو دعوت به یا فراخوانی داد برای حضور در خیابان‌ها. پس فراخوان‌ها ایده اطرافیان ایشون بود آقای تقی‌زاده؟ فراخوان‌ها به طور مشخص ایده اطرافیان آقای پهلوی بود؟ معمولا اینطوری، یعنی اگر شما کسانی رو به عنوان مشاور دارید برای اتخاذ خط مشی با اونها وارد گفتگو میشید و یک راهکار جمعی پیدا میکنید. من شک ندارم که این ایده یقینا مورد تایید اطرافیان ایشون بوده و حتما با نیت بد صورت نگرفته، ولی نتیجه بد داشته. اگر شما از اون اطرافیان بودید آقای تقی‌زاده و با شما مشاوره میکردن برای دادن اون فراخوان‌ها دست کم پس از 18 و 19 مرداد 18 و 19 ماه که ما میدونیم تا حدود 24 و 25 این فراخوان‌ها ادامه داشت، اگر شما از مشاوران بودید مخالفت میکردید و به ایشون مشاوره دیگری میدادید، چه میگفتید؟ من اصلا خانم هیدری مخالف این هستم که اپوزیسیون از خارج از ایران بدون اینکه با مشکلات مردم داخل ایران زندگی بکنه برای اونها راهنمود صادر بکنه و اونها رو تشویق بکنه و یا منع بکنه از انجام کاری. تحولات داخلی یک رونده و این روند رو مردم باهاش زندگی میکنن و مردم هم باید اون رو به سامان برسونن. آقای تقی‌زاده، ولی مردم عذرخواهی میکنم، مردم اون موقع تو خیابون بودن، مردم از بازار شروع کرده بودن به اعتراض و در خیابان بودن. خب یک رهبر اپوزیسیون هم میتونه فکر بکنه که الان که مردم در خیابان هستن فراخوانی بده.
من با این موافق نیستم. الگوی تغییر جمهوری اسلامی امروز با الگویی که خمینی رو به قدرت رسوند فرق میکنه. ایران امروز با ایران سال 56 متفاوت. یک، دو اینکه در سال 56 57 تظاهر کنندگان با یک حکومتی روبرو بودند که قصد خونریزی مردم رو نداشت و با هر قیمتی نمیخواست در قدرت باقی بمونه. پادشاه ایران همیشه تایید میکرد، تاکید میکرد، تکرار میکرد که من نمیخوام تخت پادشاهی خودم و فرزندم روی خون مردم ایران بنا گذاشته بشه و مردم کشور رو ترک کرد. ولی این حکومتی که امروز میبینیم رهبرش از دست میده، ولی با این حال با دست و چنگال به قدرت چسبیده و اگر یک دوره دیگه از سران این حکومت هم قتل عام بشن شاید اونها تا آخرین نفر باقی بمونن و باز هم مقاومت بکنن. بنابراین نمیشه در شرایطی که حکومتی آماده خونریزی در حد موج خون رو انداختن هست فراخوان داد به اونها رو به خیابان برد. باید مردم لحظه داخل شدن در میدان رو خودشون تشخیص بدن و خودشون اتخاذ بکنن و دادن فراخوان اشتباه بوده. تکرار میکنم دادن فراخوان‌های دیگری هم از خارج به داخل کشور کار دشواری است و کار بدون نتیجه است و حکومت رو آقای تقی‌زاده اگر که شما دارید میگید که دادن فراخوان اشتباه بوده، این اشتباه رو برگردن اطرافیان آقای پهلوی میاندازید، اونها رو مسئول میدونید نه شخص آقای پهلوی رو، و این سوال اینجا ایجاد میشه اگر سالهاست که اطرافیان رهبر یکی از گروه‌های مهم اپوزیسیون غلط هستند، آیا نمیشه گفت که خود اون شخص هم غلط هست و انتخاب‌های غلطی میکنه؟ این درست نقطه‌ای است که الان کسانی رو وادار میکنه به من یا امیر طاهری یا کسی دیگری تهمت 57 بزنن برای اینکه ما منتقد هستیم. من باور ندارم که وارث پادشاهی ایران باید یک فعال سیاسی خارج از ایران باشه، حزب سیاسی درست کنه، حزب ایران نوین درست بکنه، گروه مشروطه خواه درست بکنه. او باید در جایگاه خودش بنشینه و جایگاه اوست که تکلیف آینده او رو روشن میکنه. اگر مردم در داخل موفق شدن وضعیت رو تغییر بدن یا در هر شکل دیگری حکومت دچار فروپاشی شد و از او دعوت کردن، این دعوت رو میتونه رد یا اجابت بکنه و به مملکت برگرده. کسی که نمیتونه در داخل کشور حضور داشته باشه چطور میتونه حزب سیاسی خارج از ایران درست بکنه، فعالیت سیاسی و تظاهرات را بندازه و در طول 47 سال گذشته هر یک گامی که به جلو برمی‌داره دو گام یا سه گام به عقب برگرده؟ این وضعیت موفقی نبوده. ادامه این وضع به نتیجه‌ای نخواهد رسید. این فقط کمک میکنه که حکومت رو وحشی‌تر بکنه در مقابل مردم، فروپاشی از درون رو هم با تأخیر روبرو بکنه. خب اینجا در واقع یک تناقضی پیش میاد آقای تقی‌زاده. شما مشروطه خواه هستید، تیم اطراف آقای پهلوی رو قبول ندارید و خب خود پادشاه مورد نظرتون این تیم رو انتخاب کرده و پای اون هم ایستاده، اما شما هنوز سیستم پادشاهی رو دنبال میکنید؟ من سیستم پادشاهی رو در وجود یک فرد مجسم نمی‌بینم. این یک تفکر. شما که نمیتونید پادشاه دیگری انتخاب بکنید که آقای تقی‌زاده. پادشاهی که این هم نقطه ضعف پادشاهی خواهی است، برای اینکه متکی به فرده. ولی تفکر پادشاهی خواهی که بازگشت به ریشه های ایرانی، به فرهنگ ایرانی و ملی گرایی است، حفظ تمامیت ایرانه، داشتن ارتباط سالم با بقیه دنیا، حمایت از تجارت آزاده، یک تفکری که میتونه مورد حمایت و پشتیبانی مردم قرار بگیره. تا جایی که هر فکری متکی به فرد باشه یقینا آسیب پذیره و پادشاهی از این قاعده مستثنا نیست. پس بنابراین اینجا شما پاسخ من رو چه خواهید داد؟ اگر امروز آقای پهلوی نباشن شما با نظام مشروطه پادشاهی می‌خواید چه کنید؟ با تفکر پادشاهی زندگی میکنم و اون رو تبلیغ میکنم و امیدوار هستم که این تفکر حتی اگر در قالب پادشاه تجلی نمیکنه، در قالب پادشاهی خواهی به عنوان بقیه چیزهایی که پادشاهی خواهی پیش میبرده یا به عنوان میراث از گذشته به جای گذاشته اون رو زنده نگه دارم. این تفاوت میکنه با وضعیتی که مثلا فدرالیست ها یا نمیدونم کمونیست ها یا چپگراها با اون روبرو هستن. میشه این پادشاهی خواهی رو حتی در شکل یک جمهوری ملی هم به تجلیش دل بست و امیدوار به برقراری شد با آسیب پذیری کمتر. خب این واقعا یه مقدار من فکر می‌کنم پاسخ پرسش من نیست آقای تقی‌زاده، چون روشن نمیشه. اگر شما پادشاهی خواه مشروطه هستید باید به هر حال وارث تاج و تخت پهلوی رو قبول داشته باشید که قرار هست که پادشاه بشه در ایران، ولی نقدهایی به او دارید که مانع از این میشه که بخواید این رو بپذیرید. آیا میخوام ببینم چقدر راه داره، چقدر جا داره چهره ریشه داری مثل شما در پادشاهی خواهی مشروطه اساساً ببینه که این گزینه‌ای است که شاید ناممکنه برای آینده ایران با توجه به آنچه که خودتون دارید میگید؟ ممکنه که این گفته شما با حقیقت وفق بده. من برگردم به این 47 سال گذشته. شاهزاده رضا پهلوی از زمان وفات محمد رضا شاه فقیه سوگند یاد کرد به عنوان ولیعهد، البته به عنوان رضا شاه دوم خواندن ایشون از نظر من کار درستی نیست، برای اینکه مطابق قانون اساسی مشروطه این سوگند باید در مجلس شورای ملی صورت بگیره و اون زمانی که پادشاهی رو بهش رسمیت میده. ولی به هر حال قبول بکنیم عنوان ولیعهد ایران مسئولیت‌هایی رو پذیرفت، ولی ایشون به دفعات به این مسئولیت‌ها پشت کرده. ایشون به دفعات گفته که آزادی خودش رو به مسئولیت‌های دیگه ترجیح میده. ایشون هرگز تایید نکرده که قصد داره به عنوان پادشاه مشروطه خواه به ایران برگرده. چطور میشه انتظار داشت کسی که سوگند خودش رو پشت سر میذاره، میگیم حالا این رو باش تعریف توضیح قانونی داشته باشیم، چطور به وصیتی که محمد رضا شاه پهلوی برای او باقی گذاشته پشت کرده و الان اطراف او حتی یک پادشاهی خواه ما نمی‌بینیم. اون چه که هستن جمهوری خواهی هستن که واقعا با لحن غیر دوستانه اونها رو بچه‌های آیت الله معرفی میکنن. اینها هستن که امروز اطراف ایشون رو گرفتن و ایشون کمتر در جایگاهی که باید پایگاه قدرت او بود سرمایه‌گذاری شخصی کرده و تصمیماتی که در 47 سال گذشته ایشون گرفته تا به حال که یه دوره اون هم مربوط به زمانی میشد که من با ایشون همکاری میکردم
این متعلق به شاید 12 سال قبل که تمام شد. تصمیماتی بوده که به نتیجه درست نرسیده. به این علت تیم‌های متعددی اطراف ایشون بودن که از اطراف ایشون جدا شدن. شاید شناخته شده ترین چهره آقای سرهنگ احمد اویسی که واقعا 47 سال به عنوان آجودان لشکری و بعداً رئیس دفتر همراه ایشون بوده، ولی امروز کمترین اسمی ما از سرهنگ اویسی نمیشنویم و اون هم حتی کنار گذاشته شده. البته الان کمتر جرأتی هست که او رو 57 معرفی کنن، ولی حذفش کردن. یک تیم تازه آمده. این تیم تازه هم یقینا برقرار نخواهد بود، چنانکه تجربه نشون میده در 47 سال گذشته هیچ گروهی و هیچ فردی با ایشون ماندگار نبوده و این نتیجه موفقیت در انتخاب اطرافیان و انتخاب تیم همراه نیست و این رو بایستی به عنوان نشانه‌های رفتن به راه اشتباه تلقی کرد. باز من تاکید می‌کنم اگر ایشون در جایگاه خودش محترم نشسته بود و بنشینه و منتظر باشه تا روند تغییرات در داخل ایران سیر طبیعی خودش رو طی بکنه و اگر زمان انتقال قدرت فرا رسید از ایشون دعوت بکنن مردم ایران به کشور برگرده، اون موقع هم متعلق به مردم ایرانه و هم مرتکب اشتباهی نشده. دادن سازمان سیاسی خارج از کشور در دوران کنونی با وجود یک حکومت قدار مثل جمهوری اسلامی کاری است اشتباه و راه به جایی نخواهد بود. آقای تقی‌زاده میگید اون موقع ایشون مرتکب اشتباهی نشده و من اون وقت با توجه به صحبت خودتون از شما خواهم پرسید که به هر حال الان 47 سال جمهوری اسلامی در کشور حاکمه، یکی از اشتباهات آیا نمیتونه از این تیم به حال مشورتی به آن تیم مشورتی رفتن، هیچ کدوم از این تیم ها به گفته خودتون پایدار نموندن، حتی پیش بینی میکنید که تیم حاضر که خیلی با گرایش به هر حال تند و حمله وری هم همراه آقای پهلوی هستند به شما میگویند 57 و به هر حال میخوام بگم خود اینها مرتکب اشتباه شدن و وقت و هزینه و سرمایه ملتی رو که خواستار پایان جمهوری اسلامی است و خواستار این هست که به هر حال بتونه که آینده سیاسی دیگری رو رقم بزنه، این رو هدر دادن نیست به نظرتون؟ کاملا با شما موافقم. طبق قانون اساسی مشروطه پادشاه مبرا از ارتکاب خطاست برای اینکه مسئولیت نمیپذیره. چرا باید وقتی پادشاه قانونی باید خارج از محدوده قبول مسئولیت قرار بگیره، یعنی مورد محاکمه قرار نگیره و غیره، کسی که جانشین او باید باشه خارج از مملکت و هنوز هم دستش به جایی بند نیست، او رو ما مسئول کارهایی بکنیم که میتونه به جای اشتباهی ختم بشه؟ چرا حدود و حرمت ایشون رو به عنوان وارث قانونی پادشاهی حفظ نکردن و نمیکنن و نمیگذارن که ایشون به جای داخل شدن در فعالیت‌های سیاسی و حزب و گروه درست کردن در جایگاه محترمی قرار داشته باشه؟ و همونطور که میگم خودم تکرار میکنم، اگر زمان انتقال قدرت رسید ایشون رو بدون اتهام ارتکاب هر اشتباهی در جایگاهی بنشونن که مردم انتظار اون رو دارن. دوران امروز خانم حیدری با دوران 50 سال گذشته فرق کرده. ما وارد یک پادشاهی نمیخوایم بشیم شبیه پادشاهی عربستان یا یک جمهوری شبیه جمهوری که قبلا در عراق بود یا در سوریه بود یا امروز در آذربایجان رو شاهد هستیم. میخوایم به یک دورانی وارد بشیم که اگر دموکراسی فوری در ایران برقرار نمیشه، لااقل از روز اول زمینه استقرار آزادی در ایران فراهم بشه و ایران پیشگام آزادی در جمع کشورهای همسایه باشه. با این روش حذفی که این جماعت تازه به دوران رسیده اطراف شاهزاده اتخاذ کردن و هر کسی که با اونها موافق نیست دشمن معرفی میکنن، ایران راه به جایی نخواهد برد. حتی اگر اونها در یک آینده غیر قابل پیش بینی، غیر قابل واقعا شرط 1 به 1 میلیونه، اونها این امکان و فرصت رو پیدا بکنن. وای به حال اون روزی که این جماعت اطرافیان پادشاه که الان برای خودشون وزیر دادگستری و نمیدونم وزیر مشاور در امور دربار و دربار سابق و دربار حاضر و اینها انتخاب میکنن، اینها به قدرت برسن. ما چطور باید به خودمون جرأت بدیم که یک روز در ایران بعد از انقلاب زندگی نکردیم ولی برای دوران شکوفایی برنامه‌ریزی می‌کنیم، برای نمیدونم هدایت وزارتخونه‌های اجرایی برنامه‌ریزی می‌کنیم، برای عبور از خشکسالی برنامه‌ریزی می‌کنیم، دوران انتقادی 45 روزه درباره خودمون در نظر می‌گیریم و لاتعالاتی از این دست که واقعا با هیچ بیان علمی قابل توضیح نیست مگر اینکه اطرافیان رو فقط راضی بکنه و بس. آقای تقی‌زاده، صحبت‌های شما یک هشداری برای من توش هست، یعنی یک خطری به نظر من میتونه داشته باشه و اون خطر سلب مسئولیت از شخص آقای پهلوی است، به این معنا که شما مدام از اطرافیان آقای پهلوی صحبت می‌کنید و انگار که خود آقای پهلوی در این میان نقشی نداره. آقای پهلوی به هر حال دارید میگویید که در مقام پادشاه یک سرزمین میتونن که نقش آفرینی بکنن و اون وقت شما تمام اشکالاتی که نام میبرید رو میگذارید بر گردن اطرافیان ایشون. من نمیخوام با شما در این زمینه مخالفت، میخوام بگم سلب مسئولیت داره میشه از شخص آقای پهلوی. من چنین قصدی ندارم. ایشون یقینا آگاهی که اطراف ایشون چی میگذره. من مخالف این هستم که همسر ایشون در امور سیاسی مداخله بکنه، پیام بنویسه. من واقعا این وضعیتی نیست که خود ایشون هم از این قضیه مبرا باشه. ایشون میدونه در خانه‌اش چی میگذره، ایشون میدونه تصمیماتی که میگیره به چه شیوهی اتخاذ میشه. یقینا ایشون در انتخاب همراهان خودش نظر موافق رو داشته که اونها رو پذیرفته. وگرنه مثلا آقای حسن یا حسین یا مثلا قاسم یا کی، اینها که همسن و سالهای شاهزاده نیستن. شما چرا نام نمیبرید از این اطرافیان؟ اگر نام نبرید چطور بیننده ما باید اعتماد بکنه؟ اونها در اینجا شاید نزاکت سیاسی ایجاب نکنه، ولی دیگه این سه نفری که به عنوان مثلث اطراف شاهزاده هستن، آقای آقای اعتمادی و اینهایی که به عنوان فرزندان آیت الله از اونها یاد میکنن، همه در فعالهای سیاسی از دوران خاتمی به بعد بودن. شما دوران روزنامه‌نویسی رو در ایران شروع کردید و به هر حال به جای شاخصی رسیدید. با اینها آشنا هستید، میدونید که اینها در کجا کار میکردن و چطور پا گرفتن. اتفاقا یکی از پرسش‌ها همینه آقای تقی‌زاده که چرا در مقطعی ریشه دارانی مثل خودتون در کمپ پادشاهی کنار میرن، مشاورانی اطراف آقای پهلوی
پهلوی جمع میشن که اغلب خصوصیات مشترکی دارن، اغلب برآمده از همون فرهنگ سیاسی خود جمهوری اسلامی هستند، از تحکیم وحدت میان، همشون یک ویژگی مشخصی مثلا طرفداری از اسرائیل دارن. چی میشه که اونها میرن و اینها میان؟ آیا آقای پهلوی تحولات فکری خیلی زیادی رو مدام تجربه میکنه یا اینکه گروه‌های مختلف به راحتی میتونن روی ایشون اثر بگذارن یا ایشون رو به دنبال خود ببرند؟ به حال اینا همه نکات مهمیه برای کسی که میخواهد رهبری یک کشور رو ادعا بکنه. شاید به همین علت که قدرت‌های بزرگ، کشورهایی که صاحب منافع در ایران هستند، از قبول ایشون به عنوان رهبر فردای ایران یا به عنوان جانشین جمهوری اسلامی استقبالی نکردن. این پرسش رو باید با رهبران کشورهای بزرگ دنیا مطرح بکنید. واقعا چرا پادشاهی خواهان یا شاهزاده رضا پهلوی مورد اقبال بجز اسرائیل هیچ قدرت سیاسی دیگری نبوده؟ و آیا انتظار دارید که فقط با برگزاری تظاهرات خیابانی وضعیت داخلی ایران تغییر بکنه؟ من شاهزاده رضا پهلوی رو متهم نمی‌کنم، ولی به هر حال ایشون در انتخاب اطرافیانش یا صاحب حرف اول بوده یا تحت تاثیر اونها قرار گرفته و اینها به ایشون تحمیل شدن. اینها رو بخشی ممکنه به عنوان نفوذی‌ها ازشون یاد بکنن و شما حرف من رو یقینا تایید می‌کنید که جمهوری اسلامی بیکار نبوده در فرستادن رهبران و فعالان سیاسی متعلق به خودش به خارج از کشور، نفوذ دادن اونها در رسانه‌ها، در گروه‌های سیاسی و حتی چهره‌های سیاسی از اونها درست کردن. من از کجا بدونم که این جماعتی که الان اطراف شاهزاده جمع شدن واقعا نسخه پنهانی ندارن که این نسخه پنهان مورد تایید جمهوری اسلامی هم قرار داره؟ و همینجا پس باید از شما بپرسم که به نظرتون دستاورد عملی اون بخشی از اپوزیسیون که آقای پهلوی در تمام این سالها در مرکزش قرار داشتن، در سالهای اخیر هم از رهبر اون بخش از آقای پهلوی یاد میشه، آقای تقی‌زاده به این ترتیب به ما بگید که دستاورد عملی این گروه از اپوزیسیون چه بوده؟ تقویت جمهوری اسلامی، باز کردن دست جمهوری اسلامی برای کشتار، برای سرکوب و توجیه خودش، داشتن یک برنامه توجیهی تبلیغی غلط، فعال شدن در زمینه‌های سیاسی، ساختن یک حزب مسخره به اسم ایران نوین با چند تا بچه جلله‌ای که واقعا شاید دست چپ و راست خودشون در سیاست به دشواری تشخیص میدن، ولی اینها مثلا میخوان جانشین حزب ایران نوینی باشن که 13 سال 14 سال قدرت رو در ایران در اختیار داشت با یک نخست وزیر و بیشتر از این زمان، از زمانی که حسن علی منصور بود و گروه اقتصادی خاصی رو در ایران درست کرد که بعد به حزب ایران نوین ختم شد. این بازی‌های سیاسی باعث شده که اپوزیسیون مشغولیت پیدا بکنه و مردم ایران هم در داخل کشور به اونها دل نبستن. باور بکنیم، این باور شخصی من هست، اگر مردم در خیابان میگن رضا شاه روحت شاد و یا کلیپ‌های متعددی از پادشاه فقید ایران در رسانه‌های اجتماعی می‌بینیم، به علت اقبال از عملکرد اونهاست. شاهزاده رضا پهلوی تا به حال دو تا خشت روی هم نگذاشته. ایشون فقط میتونه نماد تداوم تاریخی پیش از انقلاب باشه و نه یک مدیر سیاسی، نه یک رهبر دوران انتقالی و هیچ چیز دیگری. و نماد پادشاهی در فردای ایران قرار نیست که کار اجرایی انجام بده. او فقط نماد تسلسل دوران فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی پیش از سال 57 میتونه باشه. آلوده کردن ایشون به هر نوع فعالیت سیاسی خیانت به فردای ایرانه. آقای تقی‌زاده، یک دو تا پرسش مهم دارم که امیدوارم تو چند دقیقه‌ای که باقی مونده از شما بپرسم. میگید آقای پهلوی تا حالا خشت بر روی خشت نگذاشته. گفتید تا 12 سال پیش از در واقع مشاوران اصلی ایشون بودید. تا اون موقع فکر می‌کردید خشت رو خشت گذاشته. چرا اون موقع صدایی از شما نشنیدیم آقای تقی‌زاده که اینقدر شفاف، اینقدر شجاعانه، اینقدر صادقانه و بلند باشه و این نکات رو بگه؟ چرا الان دارید میگید؟ خانم هیدری، همه انتظار دارن در یک دوران یک تحول صورت بگیره، اشتباهات گذشته متوقف بشه و یک راهی برای فردا پیدا بشه. من سال 92 وقتی یکی از همکاران پیشتر دفتر با من تماس گرفت، پیامی از شهبانو فرستاد که من برم پاریس با آقای گنجی ملاقات بکنم. اون موقع گنجی یک دفتری به اسم درفش کاویانی درست کرده بود و اونها می‌خواستن همین تغییراتی که بعداً گروه‌های دیگه مسئولیت به عهده گرفتن ادامه بده. من شب با گنجی دیدار کردم، دو تا آدم اومدن که نفر اونها رو من نمی‌شناختم تو فرودگاه. من گرفتن بردن هتلی که با زندگی می‌کردن. فردا گنجی اومد با هم یا همون شب صحبت کردیم و فردا یک دیداری داشتیم. شاهزاده رضا پهلوی هم در پاریس بود. ولی من دیدار مستقیم با اون نداشتم. آخر کلام گنجی به من گفت یا مایلم برم به ایران و مسئولیت تدارک مقاومت در داخل کشور درست کنم. گفتم نه، من سالی است که الان دکترامو گرفتم، قرار مشغول کار بشم، دو تا بچه دارم و باید اونها نگهداری بکنم و برگشتم. این از خانه شهبانو این پیشنهاد برای همکاری پیش آمد تا اینکه به جایی رسید و من همونجا این برنامه رو قطع کردم و گفتم اهل این کار نیستم. 20 سال بعد از اون اتفاق دوباره تکرار شد وقتی که از من خواستن با دفتر شاهزاده رضا پهلوی همکاری بکنم و من به عنوان سخنگوی موقت این مسئولیت رو قبول کردم که شورای مشورتی درست بشه به اسم شورای مشروطه. ولی به 3 ماه نکشید. کار من وقتی که فهمیدم واقعا این اعدادی که اطراف هستن به عنوان اعضای شورای مشروطه واقعا هیچ کار هستن و شاهزاده تصمیم میگیره با دو تا کارمندی که کنارش هستن، یکی آقای پیرزاده که خانم گلستان و این رو میخواد به بقیه تحمیل کنه. این 3 ماه نکشید و من فهمیدم که اینجا هم جای من نیست و من نمیتونم. پس در اون مقطع فاصله گرفتید. در اون مقطع فاصله گرفتید. بیرون و استعفا دادم. استعفامو توی رسانه‌ها نوشتم، شاید 400,000 تا بازدید. آقای تقی‌زاده، در لحظات پایانی برنامه هستیم. من البته دوست داشتم بدونم که شما که با فرح دیبا نزدیک بودید، آیا او روی فعالیت‌های شما فرح پهلوی میگید دیگه، ایشون نامشون شهبانو ایران فرح پهلوی است. بله، خانم فرح پهلوی ملکه پیشین ایران. به ما بگویید که چهره فرح چهره خیلی متعادل و متین و پذیرفتنی بوده در تمام این سالها برای مردم. آیا او نتونسته اثری بگذاره یا نخواسته اثری بگذاره برای این شرایط؟ خیلی کوتاه، وقتمون رو به پایانه.
من اینو مستقیم از ایشون پرسیدم بیشتر از یک بار و ایشون گفتن که من در کارهای سیاسی فرزندم مداخله نمی‌کنم. ولی موقعیت جایگاه شهبانو در دل مردم ایران، نزد مردم ایران خودش یک نماده. شهبانو نه تیم داشته، نه گروه داشته، نه برنامه سیاسی داشته، نه فعالیت، ولی همچنان محبوب دل مردم باقی مونده. آیا این به خاطر گذشته شهبانو فرح پهلوی نیست؟ اگر شاهزاده رضا پهلوی الگوی مادرش اتخاذ کرده بود، از جایگاهی با محبوبیت بیشتر برخوردار نبود؟ پرسش خوبی است آقای تقی‌زاده. آخرین پرسش که از شما دارم، با همین تیم، با همین شرایط، همین آقای پهلوی، اجازه بدید فرض کنیم همین مشاورانی که به عنوان کابینه ایشون گفتید مشخص شدن، اگر فرض کنیم انتخاباتی برگزار بشه امروز، شما رضا تقی‌زاده رأیتون چه خواهد بود؟ آیا با آقای پهلوی برای آینده ایران رأی میدید؟ اگر ایشون به عنوان وارث پادشاهی ایران بدون قبول مسئولیت پادشاهی رو قبول بکنه، حتما من به ایشون رأی میدم. ولی اگر قرار است به عنوان رهبر دوران انتقال باشه و بعد فعالیت‌های زیرآبی به عنوان جمهوری خواهی یا نمیدونم فعالیت‌های چپ اتخاذ بشه، یا آدم‌هایی مثل آقای مسقالی، مصداقی یا همچین چیزی وزیر دادگستری ایشون سر کار بیان، قطعا من هر نوع دیگری از حکومت رو به حکومت این جماعت ترجیح میدم. آقای تقی‌زاده، ولی پرسش من بذارید مستقیم‌تر بپرسم، همین شرایط، همین امروز با همین دفترچه گذار، خیر، شما امروز به رضا پهلوی برای آینده ایران رأی نمیدهید. سپاسگزارم. با این دفترچه و با این برنامه و دوران شکوفایی و دفترچه دوران استقرار قطعا خیر. سپاسگزارم از پاسخ شفافتون. رضا تقی‌زاده، چهره سرشناس قاچاق‌خواهان مشروطه که امشب در عمق میدان با من همراه بودید. عذرخواهی می‌کنم که ما یک به هر حال اشکالات فنی هم در طول برنامه داشتیم. از بینندگان عمق میدان عذرخواهی می‌کنم که